السلام دوستان عزیزم، نام من جف و امروز من در پانچاکент هستم. من با نیلوفر هستم و ما آشی پالوی پانچاکنتی معروف مشهور میخوریم. همه میگویند که این یعنی یکی از آشی پالوی بهترین در تاجیکستان هست. چرا؟ چی دارد؟ برای آنکه آشی پانچاکент خیلی معروف است، مشهور معروف است، برای آنکه در اینجا سبزی زرد یعنی که مخصوص در شهر پانچاکент بسیار میباشد. یکی مزه دیگر مزهش دیگر میباشد. خیلی خوب. استادان خیلی خوب هستند اینجا برای تیار کردن. بسیار خوب. من خیلی گرسنه هستم از روی آن اشتهای تو. خب روان شما هم شروع میکنید. خوب. با دست درست؟ بله. خوب. من چشم. خیلی خوب. بر فکرم یعنی روغن دیگر دارد. چی نمودی روغن است؟ با روغن زیتون. خیلی خوب. این هم که مزه خیلی خوب با آش میدهد. البته بسیار خوب. به. رحمت کلام. سلام. تشکر.